چطوری باید وارد آی سیگنال بشی و اشتراک تهیه کنی؟ روی لینک بات که در قسمت توضیحات هست کلیک کن یا این QR رو اسکن کن. گزینه استارت رو انتخاب کن. زبان دلخواهت رو انتخاب کن. از بخش اتصال به دیسکورد گزینه رد کردن رو انتخاب کن. موقعیت زمانی جایی که در اون قرار داری رو انتخاب کن. تو این مرحله اگر کد دعوت داری برای بات ارسال کن. در غیر این صورت گزینه رد کردن رو انتخاب کن. از منوی اصلی گزینه افزایش اعتبار رو انتخاب کن. در این بخش تمام اطلاعات لازم برای افزایش اعتبار به تو نمایش داده میشه. میتونی با انتخاب گزینه نمایش آدرس انتقال، آدرس ولت اختصاصی خودت رو در یک پیام جداگانه دریافت کنی. به کیف پول رمزارزی خودت برو و به میزانی که میخوای افزایش اعتبار بدی، به آدرسی که از بات دریافت کردی، رمزارز تتر در شبکه TRC20 بفرست. آی سیگنال به صورت کاملا خودکار و بدون نیاز به هیچ اقدامی توسط تو تراکنشت رو در شبکه ترون شناسایی و تایید میکنه. روی گزینه تایید کلیک کن. از منوی اصلی گزینه بسته ها رو انتخاب کن. بسته مورد نظرت رو انتخاب کن. مدت زمانی که میخوای بسته برات فعال باشه رو انتخاب کن. شرایط استفاده رو قبول کن و به همین راحتی اشتراک توی آی سیگنال فعال میشه.